حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله عزیزان من یک چند سخن درباره اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میگیم. شاعر گفتن خیر الامم خوش آمدی، فضل و کرم خوش آمدی، قدم بینی به چشم ما، شاهی حرم خوش آمدی. هر دو جهان تو فیلی تو، لطفی خدا به میلی تو، کرده امید به سوی تو، مهری کرم خوش آمدی. عزیزان من، خدا سبحانه و تعالی پیامبری بزرگوار محمد علیه السلام را از برآوردن انشاءالله امتانش از ظلمت و جاهلیت بر روشنی و بر هدایت و بهترین مخلوق در آدم بشریت آفریده، در کل خلق نیکو. عزیزان من، پیامبر علیه السلام را انشاءالله الله سبحانه و تعالی تربیت کرد. و سبحانه و تعالی صفت حمیده خوبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را در قرآن عظیم و شان در سوره قلم آیتی 4 چی میگه؟ استعیذ بالله انک لعلی خلق عظیم و انک لعلی خلق عظیم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، هر آینه محترم در بهترین بغایت بزرگترین خلق انشاءالله تربیه کردیم. در حقایق الحقایق گفته کتاب آمده است که مراد از خلق یعنی عظیم چی هستیم؟ خلق نیکو با خلق. عزیزان من، زیرا که بیشتری مردمان بر دین اسلام در آمدن و سبب خلق نیکی رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و به اسلام عزیز الحمدلله مشرف شدن. بزرگان میگویند مصطفی را هزاران معجزه بود که مردم همه نمود مقیم، بهترین 1000 معجزه اش ادب نیک بود و خلق عظیم است. هزاران پیامبر علیه السلام معجزه ها داشت، لیکن بهترین معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم چی بوده است؟ یعنی ادب و خلق عظیم. پیامبر بزرگوار علیه السلام یعنی سوال کردن که اینقدر ادبی خوب، اینقدر رفتار و گفتار و معامله زیبا را از کجا یاد گرفتی؟ پیامبر علیه السلام با زبانی خداخواد انشاءالله شیرینی خود این حدیثی بیان کردن. این حدیث را گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. عزیزان من، یعنی پروردگارم به من بهترین ادب را انشاءالله تعلیم داد. عزیزان من، ببینید چون که خلق محمد علیه السلام خلق قرآنی بود. عزیزان من، با این خلق و با این رفتار و با این گفتار و با این معامله های خوبش عزیزان من هزارها انشاءالله خدا خواهد خطا نمیکنیم. اکثر مردم از جهت خلق خوب مبارک رسول الله صلی الله علیه و این اسلام عزیز قبول کردن و به اسلام انشاءالله. عزیزان من، شما را انشاءالله خدا خواهد بیایید مثل اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هم رفتار و گفتار کنیم، چی معامله با خلق، چی در خانه، چی در عائله، نسبت پدر، نسبت مادر، نسبت خواهر، نسبت دادر، نسبت همسایه و نسبت هموطنی کنیم. انشاءالله اکثر آدم ها خدا خواهد به اسلام عزیز انشاءالله خدا خواهد دل میبندن و محبت و زیاد میشن. عزیزان من، و به اسلام عزیز مشرف میشن. در اینجا صحبت با پایان میرسونیم تا صحبت دیگری. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.